وقال الشيخ الثامن مظاهرة المشركين ومعاونتهم على المسلمين. هشتم از شکننده های اسلام این کمک و همدردی کردن مشرک هاست و یاردم و دستگیری کردن مشرک هاست علیه مسلمین، یعنی با مقابل مسلمین. مثلا اون معنا نداره که یک کس کافر و یک اهل کتاب یا یک یهود یک نصرانی یک کافر یک بدین یا مسفید رند نمیتونه بارش برداشتن که یاردمش نتیجه آدم مرتد بشه. نه، اگر نتونه با که نداره یاردمش دادن، هیچ گم نداره. این با مقابل مسلمان ها، میدید این با مقابل مسلمان ها شب باید رفت است یاردم دادن. مثلا یک کس میخواد یک کافر چیکار کنه، میخواد که یک سر اسرار مسلمان ها رو خبردار شود و میگن ضرر و آسیب رسوند، میگن که من خب پول و پیسه میتیم یاردم میتیم، ما همونطور یاردم میتیم. ها گفت تمام وقتی میبرد، یعنی که عمل کنه. اگر ها گفت بند نکند خبر بیارد برای مسلمان، هیچ گم نداره. همین این فایده میشه برای اسلام. وقال الشارح حفظه الله تعالى الثامن من أنواع الردة، يعني هشتم از نمودهای مرتده مظاهرة المشركين على المسلمين، يعني همدردی همکاری مشرکاس علیه، یعنی با مقابل مسلمان ها. ای معاونتون بالتسکو یاردمی بین یکدیگری، یاردمی بین یکدیگری اون است که کافر چیزش میده پول و پیسهش میده دلارش میده، بعد چیکار میکنن؟ میگن که برای من خدمت کن. فالمظاهرة معناها المعاونة، معنى المظاهرة يعني كهميوري وهمكوريا، بأن تعين الكفار على قتال المسلمين وأذية المسلمين. بون ترسكي يعني كمثلا كفرارة ياردم بديه الله نكره عموما گفتیم برای شرح با جنگیدن یا که با کشتن مسلمان ها یا که با آزار دادن مسلمان ها. نعم نعم. وكذلك من أحب الكفار فإنه يكفر، همچنین کسی کافرها را دوست بداره یعنی که دوستی صمیمی دارد او کافر میشود. و هذا هو التولی، این در کدوم نوع داخل میشد؟ در نوع تولی، یعنی که دوستی با دوستان الله و باید همین خیلی باشد. اما این تولی را با کافرها کند مخالف میشود. باید که دوستی با دوستان الله باشد و تبری بیزاری از دشمنان الله باید انسان بکند. و من یتولهم منکم فانه منهم، الله میفرماید که کسی به اونها تولا میکند یعنی از شما دوستی صمیمانه محبتی صمیمانه میکند به اونها، فانه منهم، البته او از ایشان است. اینه که ظاهری هیچ گم نداره، مثلا نحوری کردن زبان. یتولهم بالمناصره والمظاهره، به اونها یعنی که همدردی میکنند و اونها رو دوست میداره به چی کار کردن؟ با نشون میده عملا با نصرت دادن یا که به یاردم دادن. نصرت یعنی که چی؟ یک کاری میکند که کافرها ضرر نبینن، مایل مسلمان‌ها ضرر بینن. فهمیدید؟ اینا مناصره میکنند. یا که چیکار میکنن؟ مظاهره کاری میکند که مایل مسلمان‌ها ضرر بینند، یعنی که چی؟ مشرکا فایده بینن. مظاهره اینه. نه. او یتولاهم بالمحبت، یا که اونا را فقط دوست می‌دارد با محبت صمیمانه، فانه یکفر و کافر میشه. لانه احب الكفر و احب الكفار، چون که او کفر هم دوست داشت و کافرها هم چی دوست داشت. فیکفر بذلک، به سبب این کافر میشود. اذا احبهم معناه، معنای وقتی او را دوست دارد اون معنا دارد که انه لم ينكر الكفر، یعنی کفر انکار نمیکند. و من لم ينكر الكفر فهو كافر، کسی کفر انکار نکند و دش کافر است. نعم. و دلیل قوله تعالی، صاحب متن میفرماید دلیل سخن او تعالی میفرماید و من یتولهم منکم فانه منهم ان الله لا يهدي القوم الظالمین، کسی اونها تولا میکنه از شما یعنی که برای دوستی صمیمانه میبیند میداند دوستی صمیمانه قرار میدهند، فانهم منهم، البته و از زمره ایشان میشوند یعنی از مشرکان میشوند. ان الله لا یهدی القوم الظالمین، این حکمش آن است که الله یعنی که قوم ظالم ها را هدایت نمیکند، یعنی که مشرک ها را ظالم شوند. این ظلم است. اول الآيات، اول آیات از این عبارت است که یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء، کسانی که شما ایمان آورده هستید شما یهود و نصرانی ها را دوستی صمیمانه خود قرار مدهید که تناصرون، که در نتیجه اونها را نصرت میدهید و تحبون اونها را دوست میدارید. این کار نکنید. ای تتولوهم بمظاهره ولا بمحبه، بمظاهره ولا بمحبه ولا
بماذا؟ بمعاونة، يعني به اونها دوستی صمیمانه نکنید به طرز همیاری و محبت و همدردی. و ما یتولهم منکم یعنی من المسلمین، یعنی از شما مسلمانان کسی به اونها چیکار کنند؟ دوستی صمیمانه بکنند. فانه منهم ای یکونوا من اليهود والنصارى، از زمره همون یهود و از زمره همون نصرانی ها خواهد شد. و هذا دلیل علی ردتی، این دلیل میشود بر مرتد شدن چنین کس. ثم قال، بعد از اون الله فرمود که ان الله لا یهدی القوم الظالمین، هر آینه الله قوم ظالم ها را هدایت نمی کند. قسم هم ظالمین، ایشان را الله ظالم قرار گفت، یعنی که ظالم بدونید که این کسر میگه که شرک انجام داده است. و صلی اللهم و سلم علی نبینا محمد و علی آله و اصحابه و سلم تسلیما مزیدا و جزاکم الله خیرا کثیرا و بارک الله فیکم.